یعنی به جون مادرم قسم. این قد قواره رو دیدی که الان شده چی؟ الان قربون اون چشاش برم. الان مسلما خوشگل‌تر شده و رشیدتر از اون چیزی که میبینی شده. اوکی؟ ولی به خودم قول شرف دادم، با آلمانی هم گفتم اتفاقی براش افتاده باشه. زبونم لال، چشام کور. اوکی؟ از تمام وجودش و وزنش از عنصر آلمانی یه دونه درست میکنم، مثل این بچه میکشم بیرون. با خودم قول دادم اتفاقی براش افتاده باشه. اینو به خودم قول دادم. میدونی چرا؟ من بچه دار نمیشدم. 3 سال تمام بیشتر کار کنم. 3 ساله دیگه، 2 سال تمام من فقط تحت نظر دکتر و دارو، هزار بدبختی و نظر و نیاز صاحبی بچه شدم. اوکی؟ آلمانی ازم دزدیدنش. الان از خود خدا خواستم و تعالی بهم داده، خواستم که نادرترین مریضی که میتونه برای بشر بیاد اول برای یک عنصر آلمانی بیاد بیرون. سال دیگه میبینمش 100%. فیلمش هم میذارم تو یوتیوب. تمام زندگیم بود دیگه. میگه خدا جای بالا جای نشسته که نمایان میکنه همه چیز. اینه نمیدونی من چه لذتی میبرم از امروز آلمان. نمیدونید. با اینکه دخترم اونجا داره زندگی میکنه. من سال دیگه این موقع قول شرف بهتون میدم، یا مردم یا دخترم همینجا بغلمه. قول شرف دارم